سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین. حتما یکم جا خوردین که من کیم، اینجا کجاست، این پرده رو کی زده. اینجا استودیوی برنامه دوره همیه که قرار از این به بعد در خدمت شما باشیم. عرض کنم که این پرده هم که قراره چند لحظه دیگه چند لحظه دیگه بره بالا. چند لحظه دیگه بره بالا. شروع کردن یه برنامه جدیدی کم سخته، طول میکشه جا بیفته، همه چی بره سر جاش. قبلا اینجوری نبود، اونم سخت بود ولی نه اینقدر. اون موقع ها کلن 3 تا کانال داشتیم، یکی کارتون پخش میکرد، یکی اوشین، یکی ورزش و مردم. توقع بیننده ها هم در حد همین 3 تا کانال بود. یعنی یه آپارتمان اجاره میکردیم 70 متر، یه پرده میزدیم به دیوار، با یه میز و 3 تا مبل سریال میساختیم 90 قسمت. هم پر بیننده. انتخاب دیگه هم وجود نداشت. یا بعد ما رو میدیدن، یا میزدن اونور اوشین میدیدن، یا ورزش و مردم. ولی الان اوضاع خیلی فرق کرده. غیر از ورزش و مردم هست، همونجور 300 ساله هست. الان ریموت رو بگیری دستت، هر 10 دقیقه یه بار یه سرچ بکنی 200 تا کانال جدید اضافه میشه. این وسط حالا برنامه ساختن سخت‌تر شده. باید کلی خرج کنی، دکورای گنده بزنیم، پدر خودمون رو دراریم تا یه برنامه بسازیم. تازه میگن اون قدیما بهتر بود. ولی این چیزا باعث نمیشه که ما تسلیم بشیم و برنامه نسازیم. برای همینه که تصمیم گرفتیم بازم یه برنامه جدید شروع کنیم که همه چیش با برنامه‌های دیگه فرق کنه. مثلا الان این برنامه چقدر فرق داره. ببین مثلا من لباسمو تغییر دادم. اسم برنامه یه چیز دیگه است. اسم سیامک انصاری رو عوض کردیم. مدیر تدارکاتمون عوض شده. همه اینا رو گفتم که یه وقت فکر نکنید ما بی خودی یه چیزی رو شروع میکنیم. حالا خودتون وقتی که این پرده بره بالا ای بابا، نه الان نه، وقتی که این پرده بره اونا هم زرت و زرت میزنه. وقتی که این پرده بره بالا خودتون میفهم. درباره تغییر میگفتم. این برنامه یکم راجع به تغییره. یه عده هستن که هی از نو شروع میکنن، هی تلاش میکنن، خیلی هم زور میزنن برای تغییر و تحول، ولی هرچی بیشتر زور میزنن بیشتر گند میزنن. حالا یا بختشون بده، یا زورشون نمیرسه، یا عقلشون کمه، یا خلاقیت ندارن، ابلهن. نه یک یختون آب نشد. یکی از همینایی که گفتم، از این ابله ها، الان پشت این پرده است و داره زور میزنه. متشکرم. مرسی. خیلی ممنون. خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. چه دوره همی بشه این برنامه. به 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 به.
خب حال شما چطوره؟ قربون خوب شما. هستیم. این اولین قسمت از برنامه در واقع دوره همی هستش که گفتم ما- اینو. خب ما قراره که هر هفته پخش داشته باشیم، حالا یا دو یا اینا رو هم توضیح بده. خوبیش اینه که ما با هم هماهنگ هستیم. این اولین قسمت اصلا مسئله چیزی نداره. الان همه چی سخت‌تر شده. قبلا اصلا گفتم اینم گفت. خلاصه هر چیزی شروع کردنش سخته. بعد که عادت میکنی کم کم دیگه همه چی گفتم اینم. جا میفته. مثال که نزدیم، زدیم؟ خیر. خب باید مثال بزنیم جا بفرمایید. بیفته. من خودم در واقع مثال روشن این ماجرا هستم، یعنی تغییر. 3-4 سال پیش من و خانومم یک خونه اجاره کرده بودیم، 45 متر بود، یه اتاق داشت، یه زیرزمین بود، حدوداً 2 تا پنجره داشت، 10 دقیقه آفتاب میافتاد توش. 5 تومن پیش داده بودیم ما 750 تومن. همه چیش هم خیلی در و داغون بود. یه دونه پارکینگ هم داشتیم که ما داریم اسباب کشی میکنیم، این داره اسباب میاره اینجوری. خلاص از اونجا بلند شدیم رفتیم یه آپارتمان طبقه 5، اونجا 85 متر بود، 2 تا خواب داشت، سرویساش همه دیگه چینی شده بود، البته کفش پارکت بود، یه دونه پارکینگ هم داشت. منتها ما دیگه ماشینمون رو فروخته بودیم، گذاشته بودیم رو پول پیش خونه، 20 تومن داده بودیم، ماهی 1 تومن داشتیم اونجا در واقع زندگی می‌کردیم، همه چی هم خیلی خوب پیش میرفت. بعدم اینکه دیگه ما تغییر رو در واقع بله الان هم اومدیم اینجا 750 متر ویلایی هستش، یه حیاط مشجر داره، یه پارکینگ داره که ماشینمون رو هر جا بخوایم پارک میکنیم، چند تا اتاق داره و کف پارکته و خلاصه خیلی وضعمون خوب شده. به نظر شما این مثال روشن تغییر نیست؟ به این میگن تغییر. باریکل. باریکل. به هر حال وقتی مؤلف 3 جلد کتاب موفقیت باشی دیگه اصلا من این کارو نکنم کی بکنه؟ ها با شما جان با منی. خسته نباشید. آقا خیلی خسته ایم دیگه. بله خیلی بارتون زیاده، 1000 ماشاءالله. بله میدونم. خونه‌تون خیلی بزرگه، اینا رو بخوایم پر بکنیم چجوری باید پر بکنیم؟ ما پر میکنم، اصلا به شما خیلی ربطی بارتون نداره. زیاده آقا. میدونم. خسته شدم من دیگه، اینجوری نمیتونم، من روده هم تکون. اصلا ایراد نداره. شما کار شرکتتون در واقع تخصصی همین کارمون اسباب کشیه. تخصصی همینه، همه خونه ها میریم ولی خونه خیلی بزرگه. حالا به پول اون کار. برق این لوستر از کجا اصلا میاد؟ اون به شما ما کارتون مربوطه. چیه؟ من میخوام بهتون بگم که به همین علتی که ما اسباب کشی رو سپردیم به شرکت شما. الان روی این چی نوشته؟ روی نوشته شکستنی، یعنی بسیار. خیلی باید مراقبت کرد. خیلی باید با مراقبش احتیاط باشی. حمل خب بشه. شما اونا رو همه رو ول می‌کردی همه رو ول زمین. کردم. اینطوری یهو نمیشه. افتاد. عرض کردم خدمتتون. بله. اه، اینجا رو اجاره کردی؟ جان؟ اینجا رو اجاره کردی؟ یه خورده ماجراش پیچیده هستش. ما ببینید مهم اینه که ما دیگه آماده تغییر شدیم، یعنی اومدیم یه جای دیگه در واقع از نوع مثبتش. نه اصلا کاری نه. اینجا رو خریدی؟ نه ببینید تغییر مثبت مهمه. من حالا خدمتتون میگم، من توی جلد دوم از 3مین کتابم این رو توضیح دادم. متوجه نمیشم اصلا چیه. اینجا رو نه اجاره کردی نه خریدی، الان اینجا چیه؟ به تو چه خونه مادر زنمه. آهان. آهان؟ آره. آهان چی؟ خونه مادر زنته. بله. خونه مادر زنشه.
نه الان شما آهان تو یه جور خونه آهان مادر زنشه. ببینم منظور خاصی داری؟ نه. چرا من میفهمم؟ نه. من میفهمم. اصلا منظور خاصی چرا نداشتم. من میفهمم؟ من شما چیز- خجالت اصلا نکش چیز میخوای بگی من بدی داماد گفتم؟ سرخونم آره؟ داماد سرخونه ای؟ بله. نه من منظور قشنگ معلوم منظور شما اینه که در واقع من داماد سرخونه هستم ولی این وصله به من نمیچسبه. میدونین چرا؟ جان. ما ایرانی‌ها اینطوری هستیم. یه مدت شما مثلا دیر ازدواج میکنین میگن که ترشیده هستین پیر پسرین. به خودتون میرسین میگن که قرتین سوسولین. ولی ما این وصله ها بهمون نمیچسبه. ما اینجا یه خانواده ایم داریم دور هم زندگی میکنیم. بله. چه ایرادی داره؟ هیچ. چه ایرادی داره؟ هیچ. مهم اینه که ما خانواده ایم. یعنی اونایی که داماد سرخونه نیستن خانواده ندارن. نه به نظر من فقط اینو میخواستم بهتون بگم ما اصلا تو خانواده ما از این حرف بعد داماد سرخونه، داماد سرخونه، داماد سرخونه. برادر زنمه. چطوری تو؟ خوبی؟ چطوری سپر جان؟ نه میخوای بعدم باش دیگه. 75 متر جا پا شده اومد تو 750 متر اونم مفت. خواهش میکنم. چیکار میکنم ناراحت که نه نمیشی؟ من ناراحت نمیشم. مطمئنی؟ آره. محمودم خیلی بهم برمیخوره. خب حالا اینا مهم نیست. شما چطوری؟ چطور سر کار نرفتی؟ کدوم کار؟ مگه کافی شاپ نزده بودی؟ نه اونو بستمش ولش کرد. چرا تازه باز کرده بود ضرر میداد؟ میدونی زیاد دوستش نداشتم، یه رنگشو دوست نداشتم. خب رنگش رو عوض میکردی؟ آره اونم میشد، ولی به جاش الان یه کار جدید شروع کردم. جدا چی هست؟ صادرات سوسک. صادرات چی؟ سوسک یه این سوسکای قهوه‌ای و توپل مپل توی دستشویی هر کدوم. نه میدونم حالا اصلا جاشو چرا توضیح بدی؟ بله فهمیدم. خیلی خوشگل و همچین توپل و میدونم بله. آره. آخه چیه مگه سوسک؟ نه به چه درد میخوره میخوای صادرش کنی؟ ببین تو اگه از تجارت جهانی چیزی میدونستی الان این حرفو نمیزدی. تایلندیا خیلی خوشگل با سوسک خورش درست میکنن، کبابش میکنن، تفتش میدن، عین آجیل میخورن. بله باش خورش درست میکنن، کبابش میکنن، تفتش میدن، عین آجیل میخورن. میدونم. بله میدونم فهمیدم. خورشت هم گفتم؟ بله خورشت هم گفتیم. اینم بله خب به خیلی هر حال دیگه الان پول تو سوسکه دیگه. پول تو سوسکه فهمیدم. هر وقت دمپایی رو برمی‌داری میزنی تو سر هر سوسک به صادرات غیر نفتی کشورمون خسارت جبران ناپذیری میزنی. خیلی یه عالی. پتانسیل به همچین بومی محلی رو حیف و میل میکنه. متوجه هستم. البته ما حیف میکنیم، تایلندیا میل میکنن. متوجه هستم بله به بسیار. هر حال ببین الان چاه این خونه پر از پوله، پر از گنجه. یه وقت سوسکی چیزی دور و برت دیدی خیلی جنتلمن دستمال تو بنداز روش، بنداز توی شیشه خیارشوری، من خودم ازت ور میدارم. خواهش می‌کنم. دستپا شکسته باشه نصف قیمت ور میدارم. نه من چندشم میشه. خاک بر سرت. چرا؟ منو بگو به فکر اینم میخوام از این فلاکت بیاد بیرون یه پولی بره تو جیبت. مگه من چمه؟ چت نیست، خرجتو مادر زنت میده، داماد سرخونم که هستی، فردا پس فردا بیا معتاد شو دیگه. شوخی میکنم ناراحت که نه من اصلا ناراحت. پاشم کجا عزیزم کجا؟ میخوام برم موزیک گوش کنم. چاه این خونه پر از پوله پیمان. واقعا که بله. سلام داداش خسته نباشی. سلام خسته نباشید خدا قوت پهلوون. خوبی؟ خوبم. این داماد ما چای شربتی چیزی به شما هیچی نه چایی داده نه شربت داده نه نسکافه داده نه هات چاکلیت. موزم دارن نداده موز. تو واقعا به این کارگر زحمتکش که داره اینجوری زحمت میکشه یه چای شربت زحمت میدن؟ چیه همه چیز زده شیکونده همه رو ول میکنه اینجا. آقا من شرمنده‌تونم دیگه، این داماد ما نمیفهمه دیگه. ببخشید متوجه شدم خودم. تو واقعا خجالت نمیکشی؟ بیا اینها لج کرد انداخت. بفرمایید. شرمندم. ببین از قدیم گفتن ژیان ماشین نمیشه، دامادم فامیل. اون با جناق البته. دیگه بدتر. ببین داماد چقدر ببندم. سایه است که واسه ضرب المثل هم درست نکرده. اینا مثل اینکه هیچ کدومشون داماد نیستن همه خوشحال شدن. من شما دوتا رو به هم میسپارم. ببینید دوستان عزیز هم دیگر اذیت نکنید. این داماد ما هم بالاخره میرم موزیک گوش کنم. شما هم کار تموم شد میتونی تشریف ببری دفعه بعدم یاد بگی کارتو درست انجام چند تا کارتون چه میدونم کفش الان به من آوردم نزدیک فقط. نشد دارم باهات خوب همون برخورد کفشا می‌کنم. رو میخوان؟ میدونم آره همه اون کفشا کفشاتون رو ولی میخوام کهنه همه شده. کفشای خودم هم میخوام لازمش داری؟ به من نزدیک نشو نمی‌دیش برو عقب اینو؟ برو عقب من کاراته اگه بلدم خواستی بدی من میزنم مستحق اینجا سراغ باشه دارم. برو کنار پاتو جلوی من نیار برو عقب برو بشین برو ببینم برو بوچیق میزنم به دست بزنی برو
آقا ما کارمون تموم شد. خب تموم شده باشه، من با چیکار کنم؟ باید پول بدی دیگه. پولا که خانمم ریخته به حساب شرکته. اون حساب شرکت این انعام کارگر، ما زحمت کشیدیم بردیم، مبل داشتی، میز فهمیدم. داشتی، نارخوری فهمیدم. داشتی، آسانسور نداشتی، فهمیدم. پله داشتی. فهمیدم. این مزد- شیرینی خونه رو اگه میخوای اینجا مال ما نیست. آره دیگه گفتی که داماد سرخونه. نه بعدم اصلا من از کار کردن شما راضی نیستم الان. باشه ولی پول کارگر رو که نمیشه خورد که. حالا یه چیزی هست، یه انعامی دوره هم با هم دیگه نصف میکن، دست شما در بفرمایید. نکنه قربونت. بفرمایید. بفرمایید. این گوشه نداره. باشه برو. این گوشه نداره. اون مال یه سریال دیگه بود. برو این عزیزم. گوشه. برو. آقا جانم. مهندس جان، جونم. این کارت منه. آها. هر موقع کار داشتی بیا پیوی من، اونجا لینگ من هست. اینو بفرمایید. فقط خودت بیا، کسی دیگه بیاد ریموتش میکنم. حتما حتما. قربونت برم. قربونت زنگ برم. بزن. خیلی خدا. خسته نباشی. سلامت. خدا. چی میگه؟ گفتی کاراته بلدی؟ چی؟ به این گفتی کاراته بلدی؟ حالا یه چیزایی بلدم اینجوری اینو گفتی جیغ میزنم ها؟ نه من همچی حرفی گفتی نزدم. جیغ میزنم ها؟ من کی گفتم گفتی جیغ میزنم ها؟ من گفتم نگفت جیغ میزنم ها؟ من گفتم جیغ نه میزنم. نمیشنوم. نگفت جیغ میزنم ها؟ اینا با شما سر دامادم خندیدن، الان طرفداری شما رو میکنن. بسیار خوب. خب یه عده هم هستن که کلا در حال تغییر و تحولن. چه عینک داره. یعنی وقتی میبینیشون یه چیزی رو تازه شروع کردن، یه چیزی رو تازه تموم کردن. اینا کلا نشیمنگاهشون رو نشیمن بند نمیشه. یه عده دیگه هستن اونا هم خیلی اهل تغییر و تحولن ولی زیاد جابجا نمیشن. این گونه جانداران عموماً به همراه یک ریموت کنترل و یک گوشی موبایل و نیم کیلو تخم ژاپنی جلوی تلویزیون روی کاناپه مستقر میشن و تمام تغییر و تحول و اصلاح امور رو روی همون کاناپه انجام. اون وقت اینا هم خیلی صاحب نظرن، خیلی هم کارشناسن، خیلی هم تحلیل دارن. واسه همین از روی همون کاناپه توی فعالیت‌های اجتماعی شرکت میکنن، از روی همون کاناپه اعتراضات مدنی و غیر مدنی میکنن، از روی همون کاناپه انتقاد میکنن، از روی همون کاناپه کمپین را میندازن. یه وقتایی هم همه خطرات رو به جون میخرن، از روی همون کاناپه مزد یه وقتایی هم تمام خطرات رو به جون میخرن، از روی همون کاناپه مبارزه میکنن. بعد خسته که شدن ریموتو بر میدارن، میزنن ببینن کی به کی خیانت کرد، کی تست صدای اولش بهتر از تست صدای دومش بود. خیلی هم که خسته شدن کاسه صبرشون لبریز شد، یه چایی از آشپزخونه برای خودشون میریزن، هورت میکشن، تمام تخمه ها و نارضایتی ها رو میشوره میبره پایین. یه عده دیگه هم هستن اونا هم تغییر میکنن ولی تخصصشون تغییرات یهوییه. مثلا تو این سریالا دیدین تهش یارو یهو دچار تحول میشه، طرف تا دیروز داشته سر عالم و آدم کلاه میذاشته، روزی 2 وعده زنشو کتک میزده، شب به شب عروسشو خون به جیگر میکرده، جرثومه فسادی بوده برای خودش. شب میخوابه صبح پا میشه یهو متحول میشه، 180 درجه
میچرخه و کاملا متحول میشه. چطوری میشه اینطوری دچار چرخش شد؟ من نمیدونم. یه دی چرا اینقدر با اخم به من نگاه میکنن؟ قشنگ از من متنفرن. حالا یارو تا همین چند وقت پیش گاو گوشه یه جاده میدیده، پیاده میشده میپریده، زنده زنده گازش میزده، بعد یهو وجتریان میشه، گیاهخوار میشه، بعد کلم بروکلی رو یه جوری گاز میزنه که کلم بروکلیه دردش نیاد. بعد مثلا بعد 2 ماه این آدم ها رو میبینیشون کباب و یه جوری میخورن سیخش هم پس نمیدن. فیروز مادر زنشه. فیروز پس این قهوه صبح من چی شد؟ فیروز جیگر در اومده کجایی؟ فیروز سر تخت مرده شورخونه ببینمت. فیروز اینا چی هم این وسط؟ سلام بابا. سکته کردم. معذرت میخوام، من فقط سلام خواستم بکنم. تو نمیدونی من از این حرکتهای جلد بدم میاد؟ ببخشید خیلی عذر میخوام. یواشکی از پشت سر میان سلام میکنم. خواهش اینا می‌کنم. چی هم این وسط؟ اصلا چی میخوای سر صبحی خونه من؟ وسایل ماست دیگه آوردم خدمتتون که اینجا دیگه مگه مهناز براتون توضیح نداده بود؟ مهناز گفت شما یه چند روزی میایین اینجا تا یه جایی رو پیدا کنیم، ولی اینا یه ذره بیشتر از چند روز به نظر البته میرسن. اون اساس درشتا رو ما بردیم خونه پسر داییم، این دم دستیاست که آوردیم اینجا. واسه چند روز؟ دیگه اخلاقای مهناز رو میدونین دیگه، یه خورده وسواسی دوست داره همه چی دم دستش واسه باشه. چند روز؟ البته من بعید میدونم که مثلا نصف اینم استفاده بشه. واسه چند روز؟ واسه چند روز. بله. یادش بخیر. سال 46 که من با مرحوم کپتن ازدواج کردم، جهیزیه کل ایلمونو میذاشتی رو هم نصف اینم نمیشد. بله. البته اون موقع ها ما واسه یه عمر جهیزیه میبردیم، نه واسه چند روز. بله. بعد دور زمونه ای شد. خیلی. بله اون موقع ها دامادام از خودشون خونه داشتن. بله. فیروزو ندیدی؟ منم دنبالش میگشتم که کمک کنه در واقع این کارتونا رو ببریم بالا، ولی پیداش نکردم. کارگرای قدیم. بله. یادش بخیر. مادر مرحوم من خانم بزرگ یه مرتبه کارگرش 2 قطره چای ریخت تو نلبکیش. بله. داد سرش رو عسل مالیدن تا گردن کردنش تو خاک. سر نلبکی و سر کارگره رو. بله. دم لونه مورچه ها. بله. اونم مورچه های اون موقع که همچی گاز میگرفتن میشه چه قند شکن ازشون استفاده کرد. نه از این مورچه بی خود علانی ها. چه روحیه‌ای داشتن واقعا چه که. دورانی داشتیم. بله. دیگه الان نه کارگرا کارگرن، نه مورچه ها مورچن، نه اصلا اون اصلا، بله. نه دامادا اون دامادا. بله. بله. متوجهم. راستی شنیدم پول خونه رو به باد دادی مادر؟ نه به باد که ندادم. در واقع ما یکی از دوستای من اینجوری براتون توضیح بدم، یه واحد آپارتمان داشت 185 متر، خیلی شیک بود و اینا، زیر قیمت به ما میداد که من گفتم اون پولا رو در واقع بگیریم و ماشین هم بدیم و همه رو بدیم بهش که بریم اونجا. تو پول خونه رو به باد دادی؟ نه به باد که ندادم، پولو دادیم بهش، بعد رفت کانادا. البته مهناز بدبینه مثلا فکر میکنه که این پولو برداشته بره، ولی یه کار مهم داشت رفت کانادا، حالا تو هم به باد دادی پولو؟ نه به باد ندادم. ببینید در واقع این پولو برداشته برده، ولی من مطمئنم که برمیگرده. مهرناز گفت این رفیقت خونه رو به 4 نفر دیگه اجاره دیگه داده داره قلوف میکنه، به 3 نفر اجاره داده بود، ولی من مطمئنم یادش رفته بود، حواسش هست، برمیگرده پولو میده. تو هم پول خونه رو به باد دادی؟ آره به باد دادم. آره. اصلا اشکالی نداره. بله. تو هم مثل پسر خودم. خیلی ممنون. این خونه هم این خونه خودم. متشکرم. خیلی ممنون.
فقط سپهر خونه رو به باد نمیده. خوشبر و روتره. وگرنه دیگه هیچ فرق دیگه ای نداریم با پسرم. هیچ. یک کمم عاقل تره. بله یکمم با شعورتره. بله یکم چی با جربوزه دارتره. بله تو خیلی بهتره. متوجه. وگرنه دیگه هیچ فرق دیگه ای نداریم. بله هیچی. بله فیروز هیچ معلوم هست تو کدوم گوری هستی؟ تو نمیدونی من صبح قهوه نخورم سر درد میگیرم؟ داشتم وسایلمو جمع میکردم. خب بی خود میکردی یعنی حالا چی؟ بعد اینکه وسایل جمع کردی بیا این کارتونا رو هم ببریم بالا. نه اول قهوه من. قهوه ایشونو بده بعد. عرض کردم داشتم وسایلمو جمع میکردم. شنیدیم شما قهوه رو بدیم بعدم بیایم بریم که کارتونا رو با هم ببریم بالا. خب وسایلتو ببر بذار سر جاش، قهوه منو بردا بیار. چرا گوش نمیدین چی میگم؟ میگم وسایلمو جمع میکردم یعنی دارم میرم. خب کی برمیگردی؟ هیچ وقت. من که اجازه ندادم بری. بابا مثل اینکه متوجه نیستی من چی میگم. من دارم میرم از اینجا برای همیشه. دیگه نمیخوام اینجا بمونم. تو برای چی نمیخواد بمونی؟ یعنی چی؟ من که اجازه ندادم هنوز بری. خانم ببخشیدا، شما کارگر استخدام کردین، برده که نگرفتین. من هر موقع دلم بخواد اینجا میرم. راست میگه؟ بله میتونه؟ بله هر وقت بخواد میتونه بره. یعنی من الان نمیتونم زندانیش کنم؟ زندانی که نه دیگه برای چی؟ شلاقش که میتونم بزنم؟ نه دیگه این جرمه. خب یعنی چی؟ کارگر خودمه، به کسی چه؟ نه متوجه هستم. شما اجازه بدین حالا صحبت میکنیم ماجرا. بابا یعنی من برای چی اختیار می‌خواین کارگر بریم؟ خودم هم دیگه ندارم؟ برای اینکه دیگه جونش رو ندارم. بابا جوونیم تباه شد تو این خونه. آخر عمری میخوام برم یه گوشه واسه خودم بمیرم. دور از جونتون خدا نکنه. سعی نکن منو گول بزنی، اصلا فایده نداره. دیگه یه دقیقه هم نمیتونم اینجا رو تحمل کنم. اون آقا سپر که هر روز داره برو بیا و بریز به پاشش بیشتر میشه با اون عینکش. بله. خونه هم که خونه نیست ماشاءالله، زمین فوتباله. این بر شروع میکنی گردگیری تا به اون بر میرسید و مرتبه این بر خاک گرفته. بله. سر و کله زدن با این کپتن هم که خودش مکافاتیه. حالا هم که دیگه شما و مرناز خانوم دارین اضافه میشین. بابا ما چند روز فقط قراره اینجا باشیم؟ هی میگن از شما. آره فقط چند چرا روز. فکر میکنی من خرم نمیفهمم؟ این اسباب اساسیه که شما آوردی چنگیز موقع فتح ایران با خودش نیاورده بود. این حرفا که دیگه میتونه یهو از دستم ماما در بره بخوره اجازه تو بدین صورتت. صحبت کنیم حل میشه. ببینم شما دیگه امری فرمایشی نداری، من با عزتون دارم میرم. فقط اگه یه موقع کاری چیزی داشتین شماره منو دارین؟ بله تلفنشون رو داریم. شماره شما رو داریم ما. امری فرمایشی ندارین با اجازت. فیروز بله خانم. واقعا داری میری؟ یعنی منو تنها میذاری؟ خانم واقعا من دیگه بنیه سابقو ندارم و الا خودتون میدونین که من زیر توهینای شما بزرگ شدم. خیلی برای من عزیزی. پس من کیو دیگه شلاق بزنم؟ کیو تو اون زیر زمین محبوس کنم؟ با عزتون. خواهش میکنم. بی تربیت، بی نزاکت، اجازه بدین. بی ادب. اجازه بدین. قهوه همون روز بهتر نکردی؟ که رفت. همون بهتر که دیوونه شده بود. میگه مرحوم کاپیتان مکافات داره. اونجاشو راست میگفت. مگه مرحوم کاپیتان همسر شما نبودن؟ چرا؟ خب ایشون که مرحوم شدن چه مکافاتی میتونن داشته باشن؟ زندش یه جور درد سر داشت، مردش یه جور دیگه. من متوجه نمیشم. حالا خودت میبینی متوجه میشی. حالا تو مطمئنی من نمیتونم با سیخ داغ بسوزونمش؟ بله بله اصلا هیچ رقمی راه نداره. یه کوچولو. نه نمیشه ماما. اتو نه. اتو اتو چی؟ با اتو بسوزونم. نه از این اتو قدیمی زغالیا، از این اتو علکی جدیدا. اصلا خوابیدن. یه خورده عقلشون رو از دست دادن. میگم مرحوم فوت کردن خوابیدن. خوابید. میگه مرحوم کاپیتان.
بعضی ها هستن که کلن در برابر هر تغییری از خودشون مقاومت نشون میدن. یعنی مدل موهاشون از روز اول مدرسه که مامانشون براشون عروسکی زده تا 50 سالگی دست نمیخوره. کچل هم که میشن باز یه دسته مو رو از سرشون ور میدارن میذارن این ور سرشون که وقت خدایی نکرده تغییر نکنن. اینا خودشون که تغییر نمیکنن هیچ، از هر تغییری هم وحشت میکنن. اینجور آدم ها ماشین هم که میخوان تولید کنن 4 تا لاستیکه، یه بوق، 2 تا آینه بغل با یه کمربند، بقیهش آپشن محسوب میشه. اگه بخواین باید پولشو بدیم، ولی به قیمت مناسب، آماده تحویل در رنگ‌های متنوع. تازگی هم به یک تکنولوژی جدید دست پیدا کردن. از موتور وسپا تا لامبورگینی وانتشو میسازن. که بساط شادی و نشاط رو در جامعه گسترش بدن، مثل الان. واسه همین اینا رو گفتم که نگین ما اهل تغییر نیستیم. مثلا همین نون سنگک، این سال هاست همون ریخت و قیافه است، با دور خمیر و وسط سوخته و جوش شیرین و دست نشسته شاطر و اینا سر سفره ماست. آخم نگفته، فقط یه مقدار آپشن بهش اضافه شده. سنگک 800 تومن، آپشن کنجت بهش اضافه میشه 1000، برشته براش میزنه 1200، یه مقدار طولش رو بیشتر میکنه 1500. الان سنگک 2016 اومده، درو کنجت، برشته، کشیده، توکش هم یه مقدار تیزتر شده، سرش هم دادن بالا. این رو میتونید 2000 تومن پیش خرید کنید. یا همین بربری. هر بربری هر جای دنیا عرضه بشه 3 وعده غذا محسوب میشه. الان ما یه عمری غذامونو میذاریم لاش، لوله میکنیم میدیم داخل. نماد مقاومته در برابر گاز زدن، سقوط از ارتفاع، زلزله، اصابت ضربه تبر و هر گونه حوادث طبیعی و غیر مترقبه. مثل شیر وایساده، هیچ آپشنی هم نداره. اگر این چیزی که من گفتم به گوش بعضی از خودروسازا برسه، بربری وانت میزنن. میخندیم؟ فکر میکنید از این آدمای تغییر نکن نداریم همینجا؟ جان؟ مثلا بین شما کیا هستن که 10 ساله که دست به ترکیب موهاشون نزدن؟ 1 2 3 4 5 نه واقعا 10 سال دست به موهاشون نزدن، تغییر نکردن. بیا بالا چند نفرن؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 خب 13 14 نفر. حالا از این 14 15 نفر کیا دلشون میخواد، یعنی حاضرن که تغییر کنن بعد از 10 سال موهاشون تغییر کنه؟ شما میخوای؟ منتظر بودی برنامه بسازیم؟ خب میرفتی سلمونی. نه واقعا کیا میخوان تغییر کنن؟
همه این 14 نفر هم میخوان تغییر کن. شما بیا. فکر میکنه شوخی میکنم. میخوای تغییر کنی؟ 10 سال دست به موهات نزدی؟ بله چی؟ بله 10 سال دست نزد. فکر میکنی شوخی میکنم؟ بله شما کارگردان طنز هست. میگه بله. یه صندلی میدین با یه سری وسایل. من یه بار با دوستام رفتم شمال. فکر میکنی شوخی میکنم؟ ببر. من یه بار خواهش میکنم. من یه بار با دوستان رفتیم شمال خیلی سال پیش. بعد یکی هوس کرد موهاشو کوتاه کنه. گفتم من بلدم. بعد موهاشو کوتاه کردم. یه چیزایی یاد گرفتم. گفتم شمال یه چیزی یادم افتاد. یه نکته ای رو بگم. یه عده‌ای هستن که هر اتفاقی بیفته، پناهجویان مثلا چه از یونان میرن اون تو اون کشور، اون غرق میشه، مذاکرات هسته‌ای هست، بعد برجامه، بعد فرجامه، محیط زیست مشکل داره، نمیدونم ترافیک داریم، هوا آلوده است، 1000 جور گرفتاری و اینا میرن شمال. اصلا در هر شرایطی میرن شمال. اصلا کاری به هیچی ندارن، هی میرن شمال. از این شلوارک ها میپوشن اونجا، جوجه سیخ میکنن، میخورن با نوشابه. خیلی خوبه که آدم بخواد تغییر کنه و در هر شرایطی. شما رو به رو نگاه کن و مدیر چه مدیری برام بزنه؟ نه چیز خاصی نیست. میخوام فقط یه مقدار تغییر کنی و موضوع فکر میکنه شوخی میکنم. نه تکون نخور. موضوع تغییر. رو به رو نگاه کن. بعد چند بار من این کارو کردم، یه چیزایی بلدم، ولی تغییر در هر شرایطی به نظرم خوبه. موهاشم پره ماشاءالله. تغییر در هر شرایطی خوبه. و ببین الان چه خوبه. چی بود اون زلفا؟ ببین الان بغلا رو یکم کوتاکم معلوم شد تازه گوش داری. بعضیا کلن در برابر هر تغییری مقاومت نشون میدن. این کار شجاعت میخواد. طرف سال چه میدونم 48 یه پیکان گوجه‌ای صفر خریده، هنوز که هنوزه دلش نمیاد عوضش کنه. از پیکانه فقط یه فرمون و نصف دندش مونده، با یه CD که آویزونه با آینش. بقیهش کلن پوسیده. بازم دلش نمیاد بفروش. الان بهتر نیست؟ بهتره؟ به نظر من خیلی تغییر نکرده. شجاعت در تغییر واقعا میگم خیلی خوبه.
حالا این که چیزی نیست. به نظرم خیلی تغییر نکرد. همونجوری روبرو رو نگاه کن. قابل تحسینه. نه روبرو رو به نظرم قابل تحسینه. بهتر نیست. خب پیکان گوجه‌ایه رو میگفتم. بعد که ازش میپرسی میگه من از این پیکان خاطره دارم. با همین رانندگی یاد گرفتم، توی همین ماشین زنگ گرفتم، با همین گربه زیر گرفتم، بابا بزرگم تو همین مرد. جونش بالا میاد ولی ماشینش رو عوض نمیکنه. به خاطر اینکه دوستان خسته نشن اینو بگیر، پاشو برو اون پشت بقیه‌شو بزن. جان مامان مثل که نفسهای آخر رو دارم. من که نبودم اتفاق خاصی که نیفتاد. نه یه نفر کرکاش ریخت. نه منظورم اینه کلا اتفاق دیگه ای که نیفتاد. نه چه اتفاقی؟ تو چرا یهو رفتی؟ من یه کار ضروری برام پیش اومد اونجا که رفتم برگشتم. خب فکر کردم ترسیدی. من بترسم از چی بترسم؟ یه صدایی اومد فکر کردم ترسیدی. نه اینجا خونه قدیمیه، این چیزا طبیعیه توش. بله. خب بعدم فیروز و مادر جون از این حرفا میترسن. واقعا سنی ازشون گذشته از این حرفا میترسن. مثلا این صدا ها منو بترسونه امکان نداره. من اصلا اینجوری نیستش. چی داری میگی واسه خودت؟ خانومم. سلام. سلام. خب اینا جان چطوری؟ این پرواز چطور بود؟ تو 40,000 پا تربولنس داشتیم، بعدش هم هواپیما رپید دیپرشرایزر شد، پای سرش هم کپتن این کپسید شد. بعد همون موقع یه هندیکپ پسنجر یهو ترسید، تو آل شروع کرد دویدن طرف التو. آخر سر تو گلی گرفتنش کردنش تو لواتوری، در رو روش قفل کردن. یه لحظه ببخشید. این داره فوش میده. نه یه سری اصطلاحات هواپیماییه. نه برو. خب چه خوب. چه خوب. گفتم هواپیما رپید دیپرشرایزر شد، بعدش هم کپتن این کپسید شد. نه چه بد. حالا اینا چرا هنوز این وسطن؟ خب اینا رو که من نمیدونستم کجا بذارم. خب من که نوشته بودم روشون، یه ذره دقت میذاشتی میخوندی میفهمیدی. آره. تا اینا جعبه ها رو میدیدن بیان این کرکا رو جمع کن. مثلا این رو چی نوشته؟ ابکسک. اتاق بالا کمد سمت چپ. مخففشه. ابکسک. اونم ابکسکه، همون اتاق بالا کمد سمت چپ. اتاق بالا کشوی سمت چپ. چطور خودم متوجه نشدم. این ابکسره. اتاق بالا کمد سمت راست. چه خوب نوشتی. این خیلی مهمه. ابک غضب. انباری قدیمی گنجه زیر پله. چطور خودم متوجه نشدم. همه چی که من نباید بهت بگم. متوجه هستم. ناز جان توی مادر. مامان بیدار شدم.
مادر جون بیدارتون کردم. موقع که خواب ندارم. این فیروزم قهوه منو درست نکرده پاشد رفت. مهناز جان تو میدونستی که کارگر رو دیگه نمیشه شلاق زد؟ بله میدونستم. ای بابا چرا هیچکی به من هیچی نمیگه تو این خونه؟ پرواز خارجه داشتی مادر؟ نه شیراز رفتیم. پرواز خارجه نمیدن بهه؟ نه این ایرلاین ما کلا داخلی پرواز خارجی نداره. ایرلاینی که پرواز خارجه داشته باشه استخدامت نمیکنن؟ چرا میکنم ولی من اینو دوست دارم. به خاله خدا بیامرزش بله. کشیده. اونم خاری طلب بود. 20 تا خواستگار خوب داشت آخرش رفت شد زن یه بچه مطرب. اولا که بهادر خان بچه مطرب نبودن، یکی از بزرگترین اساتید ایران بودن. بعدم دوستش داشتن خاله جان. بله. به خاله خدا بیامرزش رفت. البته آره بهادر خان یه هنری داشتن. پیمان جان خونم داشت از خودش. از قدیم گفتن ژیان ماشین نمیشه داماد فامیل نمیشه. اون با جناق به پسرتونم گفتم. دیگه بدتر ببین داماد چقدر زایه است که واسه ضرب المثل هم درست نکردن. خب پرواز چطور بود؟ تربولنس داشتیم. هواپیما که رپید دیپرشرایزر نشد. چرا شد؟ ببخشید یه لحظه اینا دارم فوش میدم من میدونم. نه این یه سری اصطلاحات برو بشین گوش کن. اصطلاحات هواپیمایی. دیپرشایزر فوش. ببخشید عذر میخوام. کجا داری میری؟ ما داریم بازی میکنیم. من معذرت میخوام ببخشید. بعدش هم یه هندیکپ پسنجر ترسی توال شروع کرد دویدن، طرف ارتو پرفرم دنبالش. آخر سر گرفتن کردنش رو تو لواتوری، درم روش لاک کردن. پرفرای قدیم بود اصلا نمیذاشتن هندیکپ پسنجر برسه به آش، همونجوری با کله میگرفتنش تا گردن میکردنش تو لواتوری. لاک کردنم لازم نداشت. والا من برم یه هوایی به سرم بخوره، سردرد گرفتم قهوه نخوردم. پیمان جان تو همینجا تو دست و پا نباش. برو یه قهوه واسه من درست کن. چشم قهوه میخواد. مگه مامان جون نگفتم بری واسش قهوه درست کنی؟ چرا؟ ولی من نمیدونم که قهوه جوش و اینجور چیزا و این استکان و اینا کجاست. میری وارد آشپزخونه میشی، دو در قسمت بالا سمت راست آشپزخونه مشاهده میکنی. قهوه و قهوه جوش درون اون قرار داره. در ضمن در مدت جوشیدن قهوه هود رو در حالت روشن قرار بده. بله حتما. چی شده؟ سوسک. ای وای بیا بکشه. باشه بسیار خوب. کشتی. آره از بین بردمش. بفرمایید. سوسکو گذاشتی لای دستمال گذاشتی جیبت؟ چی؟ سوسکو گذاشتی لای دستمال گذاشتی جیبت؟ من دیوانم سوسکو بذارم تو سوسکو جیبم. نذاش لای دستمال بذاره جیبش؟ نه ای جانم. بهتر نشو؟ بیشتر بهت میاد هوا میخوری. ایشون بودن ریزش داشتن. تبریک میگم. سوسکو گذاشتی لای دستمال خب سوسکو نذاش لای دستمال بذاره جیبش. نه من دستمالم افتاد رو سوسک ورش داشتم حالا دیگه. خیلی خوب. آخ این انقدر مهمه. ببینید یه چیزی بگم. یکی دیگه از خوبی های ما اینه که در مقابل متغیرها انعطاف پذیریم تا بیخش. مثل آب میمونیم. بریزنمون تو لیوان میشیم لیوان. بریزنمون تو پارچ میشیم پارچ. سرد بشه میپوشیم، گرم بشه میکنیم، گرون بشه میخریم، ارزون بشه میخریم، صف باشه وای میسیم، ترافیک باشه تو ماشین چرت میزنیم، زلزله بیاد پناه میگیریم،
سیل بیاد شنا میکنیم. مریضی بیاد دوا میخوریم. فضا برای نفس باشه میکشیم، نباشه سکام حبس میریم. کلن خیلی خوب و سازگاریم هممون. کیس ازدواجی مثلا. البته یه عده دیگه هستن از ما هم سازگارتر. اینا آلودگی بشه ماسک میفروشن، سیل بیاد مایو میفروشن، قحطی بیاد احتکار میکنن، مریضی بیاد دارو وارد میکنن. هر جای دنیا به اینا میگن زالوگ اقتصادی. یه مهمان داریم، برزو ارجمند. سلام کن. من سلام عرض میکنم خدمت همه حضار و همه بینندگان. خیلی خیلی خوشحالم که اینجا پیش شمام و خیلی خیلی سخته که جلوی شما نشستم. نقطه عطف در زندگی، 2 تا نقطه عطف در زندگیت بگو نقطه عطف که باعث تغییر و عوض شدنت شده. ازدواجم، دیگه بچه دار شدنم. از خواستگاری تا ازدواجت شنیدم 20 روز طول کشیده. بله. چی شد اصلا؟ من همسرم مستشار. بفرمایید، خیلی خوش آمدید. از خواستگاری تا ازدواجش 20 روز طول کشید. چی شد؟ خدمتتون عرض کنم که من همسرم ایران زندگی نمی‌کرد، مهاجرت کرده بود. بعد اومده بود مادر مهاجرت کرده بود؟ بله. مهاجرت؟ بله کامل رفتن. بعد یه سفر اومده بود پدر مادرشو ببینه، من گرفتمش. اومده پدر مادرش رو ببینه، این گرفته. خب پدر شدن چی؟ بچه داشت مهاجرت میکرد گرفتیش؟ نه من پسرم خب ایران به دنیا نیامد. وقتی که به دنیا آمد من ایران بودم و خیلی لحظات سخت و یادمه. بدترین تغییری که تو زندگی داشتی چی بوده؟ بعد از فوت پدرم خیلی اتفاقات بعدی برام افتاد. روحش شاد. خیلی ممنونم، متشکرم، خیلی ممنونم. بهترین تغییر چی بوده؟ بهترین تغییر خب من بعد از اینکه کارم شروع شد، امسال دیگه 21مین سال کاریمه، وقتی کارم شروع شد بهترین تغییرات از اونجا شروع شد تو کارم. چی شد تصمیم گرفتی دماغ تو عمل کنی؟ من تو فوتبال آقای یحیوی خیلی محبت کردم، دماغمو ترکوندم، مجبور شدم عمل کنم. یعنی اگه تو فوتبال مثلا نمیشکست عمل نمیکردی؟ نه دروغ نگو. دروغ نمیگم. اون ماشین اینم بدین، برقیه رو، هم باتریه رو، من ببینم این دروغ بگه فقط. آقای مدیر من نمیخوام نسبت به تغییر ناگهانی چقدر آمادگی داری؟ اصلا آمادگی ندارم آقای مدیر. نه جدی، نسبت به تغییرات ناگهانی چقدر آمادگی؟ من شما یه بار این بلا رو سرم آوردین دیگه، این کار انجام ندین. نه من الان کاری ندارم. نه میگم کلا 4 تا سوال میکنم، اگه احساس کنم راست میگی کاری باد ندارم، اگه احساس کنم دروغ میگی کرکاتو میریزم. نه ولی اگه خاطرتون باشه سر قهوه تلخ گفتین اینو یه قیافه‌ای بکنین سر هیچ کاری نرده. راستشو میگم، قول میدم. 3 تا سوال ازت میپرسم. بفرمایید. حقیقت یا شهامت رو باید انتخاب کنی اول، بعد جواب بدی، ولی سیبیلاتو میزنم.
نه من سر کارم آقای مدیر. سر کار باش. فرق نمیکنه. اگه شهامت رو انتخاب کنی و الکی بگید سیبیلاتو میزن. هر کدوم دوست داریم بپرسین، الان که دیگه توی شرایطی هم فرق نمیکنه دیگه. هرچی باشه. بزرگترین پشیمونی زندگیت چیه؟ به من نگاه کن بگو. بله. بازی کردن تو بعضی از کارهایی که بازی کردم واقعا بعضیاشو پشیمونم. اسم ببر. نمیتونم. چشش میبر اسم میبرم. آخه ممکنه به دوستان بر بخوره. خب ما وقتی که ارث بابامو شروع کردیم 3 روز پیش تولید رفتیم و متن نداشتیم و خیلی هم همه زحمت کشیدن که کار خیلی خوب بشه، ولی اونجوری که دلمون میخواد نشد. کارگردانش کی بود؟ نمیتونم. حالا اینو راجبش حرف میزنیم. بله. سوال بعدی. خب الان این یه کمی فاصله بگیریم. نه حالا اینکه خب یه اینو دفعه راست گفتم نمیپرم دیگه، بود مثلا که یه بعد بیام بالا سرت بزنم. باشه بفهم. به چه کسی عذرخواهی بدهکاری؟ به و خیلی سر چی؟ جلو دوربین بگو. به خیلی عذرخواهی بدهکارم. به دوربین نگاه کن، ازش عذرخواهی کن. به اسم. خب از مادرم خیلی خیلی معذرت میخوام. دیگه از همسرم هم خیلی معذرت میخوام. دیگه از اون آدمایی هم چی بگم؟ خب از مادرت عذرخواهی کن. خودش نمیدونستا. مامانمو برای چی آورد؟ از مادرت حضوراً عذرخواهی کن. اینجا چی برای چی مامانمو آوردی؟ بفرمایید. خوش آمدین. حال شما چطوره؟ بفرمایید. بفرمایید. مامان جان بفرمایید. شما معذرت میخوام. خیلی خوش آمد. حالا که مامان اینجاست برای چی عذرخواهی کردی ازش؟ من توی دوران تحصیلم مامانمو قشنگ پیر کردم تا دیپلم شدم. همه ما تقریبا همینطور کردیم. نه مادره. بعدش 2 سال رد شدم تو دبیرستان. بعد سال اول دبیرستان خرداد رد شدم، تجدیدم نشدم. یه ضرب رد شدم. بذار من از راه برسم. ولی به خدا انضباطم اینا مثلا 18 19 بود. بعد مدیرمون هر سال میگفتش که برزو جان ما ازت خواهش میکنم که امسال یه کاری بکن مامانت نیاد مدرسه. خب عرض کنم که چیزایی که گفت درست بود. متاسفانه. ولی انقدر پسر خوبی بود که فکر میکنم که همه رو بعدن جبران کرد. بعدش یعنی میبخشیدش. رتبه دانشگاهم 2 شد. خب بله. از 20؟ نه به خدا. نه رتبه واقعا. ورودی دانشگاهم 2 شد. ولی خب واقعا پا میشم سیبیلتو بگیم میزنم. بابا راستشو دارم میگم. هم نه دارم نه راستشو من میگم. که تو رو چی راست میگی چرت و پرت میگی. بچه. یه دقیقه پا میشم خیلی سیبیلتو. باشه بگیم. یه دقیقه وقت داری به یک چیزی اعتراف کنی که حتی مادرت هم نمیدونه. به چی اعتراف؟ به یه چیزی. یه چیزی. یه کاری که انجام دادی اینجاته هیچ کس نمیدونه. از بیخ دلت بکش بیرون بگو اعتراف کن. یه دقیقه وقت داری. باشه میگم بابا. خب نه کاری ندارم. خب بشین بلند بشین. شما بفرمایید. نه کاری با تو نه اینجا میخوام بفرم وایسم. من سر کارم. بفرم اینجا. خب من مادرم خیلی نگران شد وقتی من میرفتم این ور اون ور اینا. من تو اون دوران تحصیلم یه 3-4 بار با یه دوستی سوار اتوبوس میشدم میومدم تهران. بعد شبش برمیگشتم ولی به هیچکی نمیگفتم. با یه دوستی؟ بله. یه چیزی میگم شما که حتما راستشو میگین.
انشالله. ولی اگر که ملاحظه برزو رو بکنید سیبیلای برزو رو میزنن. بابا راستش رو نه بگو. بابا، من که شما- خودت اصلا کلا دروغ نمیگی. شما این چیزی که گفت رو میدونستین و تا امروز به نه، روش با- نیاوردین؟ نه واقعا نمیدونستم ولی نمیدونم که راست گفتی برزو. با هادی تهرانی میمدیم آها. تهران تئاتر میدیدیم برمیگشتیم. خب اون این نفری که داره میگه واقعا مبراست پس دروغگوی خوبیه. که اون مدت من دروغ گفته. یعنی یه جوری میگه که باور میکنی. من نمیدونم، من مشهد بودم اون کاری که بله. درست گفتم؟ یه جوری دروغ میگه آدم باور میکنه دیگه. نه دروغ نمیگفتم، راستش هم نمیگفتم. نه حالا یعنی بالاخره یه دروغ میگفتی که میشد باور کرد. نه دیگه مثلا من وقتی میگفتن کجا بودی مثلا چی خونه هادی بودم. خب دروغ میگفتی؟ آره بله. خب پس دروغ یه جوری میگی که آدم باور. الان سیبیل تو میزنم. نه خب میخوام بگم چرا. بشین یه دروغی الان بگو که همه باور کن. یعنی اینقدر قشنگ بگو. بشین. خدای من از شما متنفرم. و برای دروغت چی؟ گفت چی؟ گفتم خدای از شما متنفرم. اگر دروغشو باور کردی نه یه دروغ میگم. نه دروغ نمیگم یعنی. نه میخوام بسپارم به مردم. آقا من دارم بچه دومم داره به دنیا میاد. باور کردین؟ نه؟ بله؟ خیلی خوب. خیلی خوب. یه سوال دیگه میپرسم. خب اونو دیگه بزن. 3 تا سوال کاری پرسیدی از دیگه. کاری ندارم بیا. آها. من که بخوام بزنم میزنم که. یه سوال دیگه میپرسم. از یکی که خوشت نمیاد بگو اسم به اسم. خب مردم نمیشناسن ها. نه بازیگر. خب آخه ندارم. خب چیکار کنم؟ اصلا نمیشه. همه ما تو حرفه خودمون شما یکی رو نام ببرید. هر کی الان میگم رضا نیکخواه. آخ گفتی. نه من از تو پرسیدم. ببین از یکی چون من میدونم اگه دروغ بگی میفهمم. خب الان شما دروغ گفتین آقای مدیر. نه دروغ نگفتم. مگه میشه از یکی متنفر باشین 20 سال باش کار کنی؟ نه مجبور بودم. نقشایی که به اون میومد فقط به اون میومد. با بدبختی من بود. ولی تو اگر راستشو چون من میدونم کیه به اسم باید بگی ولی ریشت هم میزنم. علی لکپوریان ازش متنفرم. علی لکپوریان. خیلی خوب. خب از خواننده ها کیا رو دوست داری؟ از خواننده ها علیرضا عصار. خب روزبه نعمت اللهی. خب یه دونه از آهنگای روزبه نعمت اللهی رو بخون و الا سیبیل تو میزنم. ای بابا چه گیری کردیم آقای مدیری. نمیشه گیری. آقا اجازه بدید. ببخشید. آقا یه لحظه. خسته شدی؟ یا آهنگ از روزبه نعمت اللهی آقا تقدیم کن به مادرت. آقای مدیری. آقا کجا آقا بفرم. آقای مدیری یه لحظه اجازه بدید. خب من که خواننده نیستم. میدونم. خب پس چرا باید بخون؟ خب اون بدبخت رو ضایع میکنه. بخون عزیزم. به من چه اصلا؟ بفرم. آقا نمیشه اینجوری که. باشه بذار اقلا این تقلب شعرش رو حفظ نیستم. نفس کشیدن سخته تو رو ندیدن سخته تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته نفس کشیدن سخته تو رو ندیدن سخته تو پیچ و تاب عاشقی
به تو رسیدن سخته، منو به غمم سپردی، همه آرزومو بردی، همه جا اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی. واسه یه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه یه پنجره تو خونمون نموندی. نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته. نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته. آقا بذار اونو بذاری دیگه، الان اون چرا این دست؟ من نه، چون که آواز خوندی اصلا کاریت ندارم. خب خیلی برای چی قشنگ اونو خوندین. میاری اجازه هی؟ چرا پا میشی؟ چیکار تو جات کنم؟ اونجاست، باید بشین. آخه شما همش هی به این بشین موزره میایین. بشین عزیز. بفهم. من چه بدبختی. از مادر سوال میکنم، بفهم. عجیب ترین شایعه ای که در مورد پسرتون شنیدین چی بوده؟ سر فیلم یه نقش معتاد چون بازی میکرد، یه دفعه ظاهرا یه نفر دیده بودش تو خیابون، نمیدونم اسم فیلم متاسفم ساعت شنی. به من زنگ زدن دفتر که یه همچین موردی هستش. گفتن معتاد شده بود؟ بله. نه خیلی با احتیاط و خیلی که خوشبختانه خب میدونستم که سر چه کاری هستش و هنوز مردم نمیدونستم بازی. خیلی ممنونم که اومدین. خواهش میکنم. هیچ مقامی در جهان هستی بالاتر از مادر نیست. امیدوارم هیچ هم بهتر از شما بچه ها نیست. قربونتون. امیدوارم همیشه سلامت باشین و متشکرم. سایتون بر سر همه ما باشه. متشکرم. روح آقای انوشیروان بله. ارجمند شاد. خیلی ممنون. و خیلی تشویق گنده. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. نه برو. کجا بودی؟ من رفته بودم تو حیاط، داشتیم دنبال مرغ مامان جون میکشتیم. پیدا کردی؟ نه دیگه، بعد اینکه خیلی گشتیم یادش افتاد که 3 سال پیش که سر بریدن خوردنش. دیگه بحث سنه دیگه. میدونید در مورد مرحوم کپتن هم چی میگفتن که در واقع یه چیزایی داشتن میگفتن که اینجوری. آره. منم خیلی سردار نبود. منم متوجه نشدم بهشون. چی گفت؟ داماد سرخونه. داماد سرخونه. سپر داماد سپر یه دقیقه بیا عزیزم، بیا. داماد سرخونه. آره من داماد سرخونم. تو هنوز سر اون پیشنهادت هستی؟ کدوم پیشنهاد؟ سوسک و اینا رو که گفتی برات بگیرم. کدوم سوسک؟ تو گفتی میخوای صادر کنی به تایلند میل من میکنم. گفتم؟ تو گفتی دیگه. من کی گفتم؟ من گفتم سوسک؟ من؟ سپه؟ من کی گفتم؟ من کلی زحمت کشیدم یه دونه از این توپل مفلاشو گرفتم. چند سوسک گذاشتی تو چی مگه تو گفتی؟ من کی گفتم سوسک گذاشتی تو چی؟ تو گفتی تو شیشه خیارشو. پاشم سپر بیا. چی بابا زشته جلو مردم. خب تو مگه نگفتی؟ سوسک. ببین من یه چیزی الان تو ذهنم اتفاق افتاده و اون اینه که تو وقتی اومدی توی خونه یه تغییر اساسی با خودت آوردی. یه تغییر خیلی خوب با خودت آوردی. این مامان ما که اصلا حوصله سربره. حالا بابا کاپتان بزن یه حرفی، ولی واقعا خیلی خوشحالم از این. دست ببینم مگه کپتن فوت نکردن؟ فوت کرده، اونو بذار تو جیبت بابا. یه بیزینس جدید من درست کردم با بچه‌ها. ببین ما الان پول تو چیزای یه بار مصرفه. داریم جوراب یه بار مصرف میگیریم. جوراب یه بار مصرف میسازیم، خودمون و بچه‌ها تو هم بیا از این فلاکت درت بیارم. میریم میخری، پات میکنی، بو که گرفت پرت میکنی بیرون.
میخری پات میکنی، بو که گرفت پرت میکنی بیرون. متوجه فهمیدی؟ میخری پات میکنی، بو که گرفت. فهمیدم متوجه. آخه من اینو با بدبختی گرفتم. خواهش میکنم. بابا چندش بازی سپهر داری در جان. میاری. عزیزم. نمیخوام آقا جون. جوراب یاده؟ نه. کجا رفتیم من پیما جانم بله. پیما دنبال چی میگردی؟ دنبال سوسک. دنبال سوسک میگردی؟ آره. ببین نه یعنی دنبال سوسک نه ببخشید. اون سوسکه که بود چیز حالا چی کار داری ببخشید؟ یه کارتونی اونجاست من لازمش دارم، روش نوشتم دورریز. دورریز رو انداختم دور، اتفاقا اونو یادمه. چی کار کردی؟ انداختم دور. واسه چی همچین کاری کردی؟ خب برای اینکه روش نوشته بودی دورریز. خب وقتی نوشتم دورریز بعد بندازیش دور؟ خب آره دیگه. همه داروهای من اون تو بود. دیکلوفناک، ویتامین سی، راینیتیدین، رزورسینول، یودوکینول، زاناکس، دوررررزه. خب متوجه. حالا من کاری ندارم، عصری میری خودت همشو میخری. بله. عصری برو همشو بخر. راستی به من نگفته بودی انقدر خانوادت شوخ هستن، همه راجع به مرحوم کاپیتان یه جوری صحبت میکنن مثل اینکه اینجا داره راه میره. نه بابا اونا هم بی خودی شلوغش میکنن، کاری به کار کسی نداره بابا. یعنی چی؟ من عرض میکردم خدمتتون که همه چی در واقع تغییرات شروعش خیلی سخت هستش، ولی همینطور که پیش میریم خودش جا میفته و راحت میشه دیگه، همه چی شکل خاص خودش رو میگیره. اینا هم یه خورده مثل این که مشاعرشون از دست دادن. بله. مگه میشه یه جوری راجع به مرحوم کاپیتان صحبت میکنن؟ بله. ها؟ خوبی؟ خوبم. خوبه که خوبی، منم خوبم. ببینم الان هوا سرده یا گرمه؟ چطور مگه؟ آخه نیست که من مردم سرما و گرما رو احساس نمی کنم. اگه سرده یه چیزی بپوشم، اگه گرمه بکنم. والا انقدر سر چی شد؟ ترسیدی؟ بابا روح که ترس نداره. روح ترس داره؟ ای سوکست مرده. تو هم مثل من مردی؟ چی؟ گشنشه، من برم بهش غذا بدم بخوره. بیا عزیز من، الان یه غذای خوب سر بساز. تخت مردشور خونه ببینمت. مگه یه بار ندیدی؟ نه والا تو هوا پودر شدی. یعنی این قدم هم نموند؟ برو جلو چشم با این استا بودو. بیا ببین. آقا ببخشید، شما هم میدونستین که نمیشه با سیخ داغ سوزوندین کارگرا رو؟ بله جسارت. بله. شما هم میدونستین؟ من باش از کیا میپرسم. یه کوچولو که دیگه میشه. بله؟ یه کوچولو. خیر. ترکه. بفرمایید. ای بابا آدم شرمش میاد از این قوانین. والا. برای شرکت در این برنامه باید دوستان مردم ثبت نام کنن در TV TV نسیم .ir آره .ir TV نسیم .ir ثبت نام کنید، بیاید اینجا در کنار ما باشید، یعنی شما در کنار ما باشید. اینم بگم و بریم. در جهان بینی ما ایرانی ها کلن جامعه به دو بخش تقسیم میشه، یکی ما یکی اونا.
اونا باید قوانین رو رعایت کنن. اونا باید درست کار باشن. یعنی ما میگیم که مردم چرا اینجوری هن؟ مردم باید اخلاق گرا باشن. باید کوبیده شن، کلن از نو ساخته شن. هی ما میگیم اونا و اونا نفهمیدیم بالاخره کیان. ما کیم؟ ما چیم؟ ما که خوب ماه دست گل. این چه وضع رانندگی مردمه؟ ما میگیم مردم چرا تو لاین خودشون نمیرن؟ چرا دوبله پارک میکنی؟ چرا حق تقدم رو رعایت نمیکنن؟ ما هی میگیم اینا اونا مثلا، وگرنه ما که همه شوماخریم. اگه تو فرعی 120 تا میریم حتما عجله داریم. اگه وسط خیابون سوبله پارک میکنیم حتما یه کاری پیش اومده. اگه بزنیم یکی رو با آسفالت یکی کنیم عمرش به دنیا نبوده. یا مثلا بعد ما هم میگیم ببینید مردم با محیط زیست چه میکنن. اون جوجه ها و سیخا و قوطی نوشابه ها رو که گفتم، اینا ریختیم تو جنگل، اینا جذب میشه بعد یه مدت. پوشک بچه هم که شوت میکنیم سر شاخه شکوفه میزنه بعد یه مدت. یا هم میگیم چرا بعضیا اختلاس میکنن؟ اونا رشوه میدن، رشوه میگیرن. ما رو نگاه کنین، ما رو نگاه کنین. نه حق و حساب میگیریم، نه رانت میخوریم. سالم پاکیم. یه وقتایی هم چیزی راجع به کسی میگیم حقمونه، سهممونه. به هر حال مردم هم خوبن، سلام میرسون. متشکرم که اومدین. امیدوارم این جمعیت توی هر برنامه بیشتر بشه. امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه و خیلی ممنونم از همتون، از همکاریتون. شب بخیر، به امید دیدار.